خود را دارد این زمان فوتبالبازان هر دو تیم با میدان سبزی و بعد از اون 12 برگزار می‌گردند که الکی این مرحله دوم چمپیونات خواهد. بازیگرانی که در خط نیمه مویه نشان داشتند به خط حمله می‌روند و باز آن فوتبالبازانی که در پیشنهاد ما و شما می‌گردند که می‌توانند به میدان آیند. و هیئت اساسی دسته استقلال در رقابت امروزه هنرنمایی بنمایند و نتیجه خوب در رفت موسم کنونی به دست آورد و دستای نامدار را مغلوب کرد. سنجر اسخبویف پاس نوبتی و باقی خوب اینجا بازی کردند فوتبالبازان از خط زاید جان تورسونوف و پاس خوب به داخل جریمه گاه میرساند. امکانیت است تو باز میدان پاس نوبتی به خط هجوم ضربه و توپ اینجا بالا حمله نوبتی دسته از خط پاس توسط مرکز به داخل جریمه گاه سنجر اسخبویف ضربه میزند. حتی خوب است ولی در حمله فوتبالبازان استقلال قرار دارند. دو رفته بازی را به رحمین منع نکرد. حمله ضربه یک نفر خوب فریب میدهد و به موقع ضربه زنی میبراید ولی البته کاری آنها از حملهگران وابسته خرای و غیرت روزیبویف کمک میرسانند. دلشاد کریمов به داخل جریمه گاه توپ را میپرتاید ضربه یک کوشش دیگر و گل. متوجه میگردیم بار دیگر به این گل چگونه دلشاد کریمov توپ را به داخل جریمه گاه پرتافت. توپ به طرف بختیار ظریفov پرتافته شود اگر پرتافتنی آن را بود. پرتاب به خط حمله امکانیت خوب برای منوچهر جلیلوف و گل. بازیکن دسته استقلال بود. خوب اینجا البته سال نوبتی با داخل جریمه گاه و پاس خوبی و با رامیش جلیلوف پرتاب رامیش جلیلوف با داخل جریمه گاه ضربه ارسال بعد داخل جریمه گاه و این حتی با ضربه زیاد خیلی خوب استاندارد ارسال بعد داخل جریمه گاه کوشش های نوبتی فوتبالبازان از خط ضربه واقعا زیبا را بعد رساند. در همان بازی این تیم دو امتیاز از دست داد. ضربه با طرف دروازه و خیلی نزدیک به گل بود. خوب دوستان ارجمند همین طریق بازی دسته های از خط تورسونوف در دقیقه 21 به زدن گل شرف یاب گردید و بعد از این باشد پس از 2 دقیقه